به برنامه کنکاش خیلی خوش آمدید. پس از سفر رئیس جمهوری دولت 11 به نیویورک، انتقادهایی نیز به ایشون وارد شد و از جمله فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر برخی رفتارهای نابجا در نیویورک بازتاب‌های گسترده‌ای در محافل سیاسی غرب داشت. سردار جعفری اینکه گفتگوی تلفنی آقای روحانی با اوباما رو یک اشتباه تاکتیکی دولت قلمداد کردن. حاکمیت جمهوری اسلامی ایران همواره دوگانه بوده و این دوگانگی در دولت 11 هم شاهدش هستیم. چه پاسخ روشنی برای محافل سیاسی غرب داریم که الان این رو دستمایه نقد حاکمیت جمهوری اسلامی کردن؟ پاسخ روشن نداریم. یه پاسخ داغون این یارو ابیانه فعلا بده که بعد فکر نکنن که مثلا این دکور آوردیمش اینجا گذاشتیم ها، چون بعدش به خودت ایراد بگیرن که این چه دکور زشتیه گذاشتین اینجا. حرفای جدی هم که نمیشه داد بهش بزنه. همین جواب داغون رو ببینیم چه کار بکنه. یه پاسخ ناروشن بده. من اونطور که متوجه شدم چون اجازه پیدا کردن برای این مذاکرات، برای این سفر، برای اون تحت عنوان چیزی که به عنوان نرمش قهرمانانه مطرح شد. اون نقد سازنده‌ای رو که از آقا مطرح فرمودند برمیگرده به گفتگوی تلفنی که به نظر من اینه. من اطلاع ندارم. من برداشتتون میخوام من برداشتم اینه که ایشون نباید میپذیرفتن. دیدی تا فرمودن دست این بابا گلگیر رو کوبی تو دیوار و مقام عظما و شیخ فری و همه رو با هم به خاک سیانشون ناکس. همین گیجبازی‌ها رو تو وزارت خارجه در آورد که از اونجا با تیپا انداختنش بیرون. همچین مشنگی رو وقتی میارین کنار من میذارین، این باعث میشه که از کارشناس استراتژیکی برنامه استفاده نکنی. به جای کار کارشناسی باید کار جارو و خاکنداز انجام بدیم، خرابکاری این مشنگ رو اینجا جمع و جور بکنیم. ببین مقام عظما یعنی استفاده بهینه از همه امکانات، حتی رئیس جمهور. شما نگاه کنید یه زمانی با ساندیس فقط میشد زنبیل درست کرد، الان باهاش مملکت اداره میکنن. این از کارکردهای ولایت فقیه. حالا این وسط رئیس جمهور تحمیلی به تماس کوچیکی واداشته شده موسموس بکنه با رئیس جمهور آمریکا. خب این دیگه برمیگرده به جام زهر. توی آمریکا رئیس جمهور چطوری انتخاب میشه؟ مردم به رئیس جمهور رأی نمیدن، میرن در ایالت‌های مختلفی در انتخاب میکنن، به آرای الکتراله. اون یه جلسه یه روزه تشکیل میده، میگه کی رئیس جمهور، کی در حقیقت کی رهبر. آخه شوت سنگین مشنگ. خب نمیدونی مجبوری حرف بزنی؟ مگه هفتیر گذاشتم پشت کلت؟ چرا شرور میگی؟ دهن منو باز میکنه که از دزدیاش بگم دوباره. این که پولش از پارو بالا میره چرا شورش از ناودون پایین میاد؟ آیا خواست مقام معظم رهبری بود؟ یعنی سیاست‌های کلی نظام ایجاب میکرد که این اتفاق بیفته؟ اگه اونی که میخواستیم میشد مقام عظما هم ساکت میشدن دیگه، انتقادی هم نمیکردن. ولی بدبختی اینه که اگر رو کاشتن چغندر هم در نیامد. با اگر که نمیشه زندگی کرد. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزا بهادر عرض میکردن، بله میفرمودن که اگه دیوید بکام اسم پسرشو میذاش ایام، بزرگ که میشد همه بهش میگفتن ایام بکام، اون وقت کلی حال میکرد. من فکر میکنم چاخان نکن، تو عمرت فکر نکردی. ناکس تصور ممکنه کرده باشی. من تصورم اینه که نظام این فرصت رو به آمریکا داد و این تاکتیک تحت عنوان نرمش قهرمانانه رو مجوز داد تا برن جلو مذاکره بکنن. من فکر میکنم با علم به این که به نتیجه نخواهد رسید. آمریکا نه دست از خصومت برمی‌داره، نه دشمنی و نه تحریم ها. پس اونی که این تصمیم رو گرفت غلط کرد با تو این مشنگ. اگه لقمان و ایوب با این دوتا تو برنامه شرکت میکردن، ایوب صبرش از دست میداد، لقمان ادبشو. قابل پیش بینیه که یه خورده دیگه این حرف بزنه من حسابشو میرسم ها. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزا بهادر عرض میکردم، بله میفرمودن که یارو رفت پیش فالگیره گفت فردا شریکت کشته میشه. یارو گفت اینو که خودم میدونم، اگه راست میگی بگو گیر پلیس میافتم یا نه. میخوام بهت بگم که تو همون جمله اولو که این گفت باید بهش میگفتی بکشه کنار، مثل همون شوته که گفت بعد از دوم دبستان که بی تجدید قبول شدم اشتباه کردم درس رو ادامه دادم، باید همون موقع که تو اوج بودم از دنیای درس خداحافظی میکردم. حالا برگردیم به داستان سفر نیویورک. تو داستان سفر نیویورک فکر میکردیم خیلی حلوا میشیم، انتظار داشتیم اوباما به افتخار شیخ حسن روحانی اسم منحتن رو بذاره مشحسن. بعد که نشد، تحریم هم سفتر شد،
رومیزم پر شد از انواع و اقسام گزینه‌های ناجور. اون وقت دیگه اوضاع برگشت، داستان لنگ کفش و فلان و این حرفا پیش اومد. مخالفتی که تو فرودگاه شد با رئیس جمهور، یه عده شعار میدن این به نفع سیاست دولته. باز تو اومدی حرف بزنی سکندری کردی که لنگ کفش به نفعش شد. لنگ کفش بخوره تو پس کله آدم به نفعشه. باشه الان بعد برنامه بنده با لنگ کفش ایشونو سیاه میکنم که کلی وسط منفعت نصیبش بشه. ظریف که اسماس به کمر گرفت و افتاد. مقام عظما هم که زمین خورده تر از اونه که الان بخواد دوباره از اینی که هست یه جای دیگه بیفته. تمومش کن. ما دوباره اومدیم قضیه رو درست کنیم، ماسواری بکنیم، با یه مش مشنگی نشستیم که خرابترش کردن. به اتفاق مهمانهای برنامه و همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم تا کنکاش بعدی. خدا نگهدار.